کراشت کیه؟ ایرانی و خارجی؟ ایرانی که نمیگم. ولی داری؟ آره دارم، میتونم داشته باشم ولی نمیگی؟ نه نمیگم. فقط کراش خارجی من اسکارلت جوهانسون رو دوست دارم. خیلی راحته، کراش راحتیه. آره خوب نیست. آره این خوب نیست، یعنی از این لحاظ که ممکن خیلی ها کراششون باشه خوب نیست. آره واقعا. آره چه کاری. و تو نسل شما اسکارلت جوهانسون تقریبا کراش همه هست دیگه. فکر برمودار متاسفانه رقابت خیلی سنگینه. بله همین من گفتم دیگه. تو نسل جدید کیو دوست داری؟ اینایی که اسکارلت جوهانسون بودن خب تبدیل شده به سیدنی سوینی دیگه. بله مثل که شده، ولی من سیدنی سوینی دوست ندارم. چه عجیب. بله رو به این دوربین بهش بگو دوستت ندارم. سیدنی دوستت ندارم. خیلی مرداد ناراحت شد. مرداد اتفاقا خوشحال میشه. جا رسمی دوست نداره رقیبی مثل تو داشته باشه. نه